ببخشید چی میگفتیم؟ در مورد نفس عمیق. نفس عمیق، بله نفس عمیق واقعا معجزه میکنه آقا. باور کنید پزشکان هر روز دارن خواص جدیدی رو از نفس عمیق کشف میکنن. تو فرانسه یک خانومی با کشیدن نفسهای عمیق سرطانش رو از بین برد. مرگ من. باور کنید شما قبل از اینکه تصمیمی بگیرید در ای وای ببخشید اشتباهی اومدم با آقای دکتر افشار کار داشتم. بخوایی تو سرم دکتر افشار که شما این ولی خیلی ممنون از راهنماییتون. نفرمایید من اینجا فقط وظیفه‌مو انجام میدم. خانم شیرزاد مگه من 10 بار به شما نگفتم که خانم وقتی من مریض دارم تشریف نیارید تو؟ یه لحظه اجازه بدین. فکر کنید. بله گفته بودین ببخشید دیگه تکرار نمیشه. بفرمایید. من با جهان در صلح هستم و جهان با من. خانم شیرزاد مگه من به شما نگفتم که تلفنی رو بس نکنید خانم؟ خانم شیرزاد نه کسی رو راه بدید نه تلفنی بس کنید خانم، من مریض دارم. بله وقتی میگم کسی رو راه ندید تلفنم شاملش میشه. هیچ تلفنی رو بس نکنید خانم شیرزاد. نه خیر، اگر خانومم زنگ زد وست خانوم من میدونه که من وقتی مریض دارم نمیتونه با من صحبت کنه خانم. نه خیر، پدرم هم زنگ زد وست نکنید. مادرم هم اگه زنگ زد وست خانم شیرزاد. خانم من که حامله نیست، اگر بود زنگ زد وست کنید. نه خیر، مادر من خانم شیرزاد مادر من 62 سالشه خانم، چرا باید حامله باشه؟ زشت این حرفا. خب خاله شما چه ربطی به من داره که حامله شده؟ خانم من مریض دارم اینجا. نه خیر، اگر دعوای اورژانسی هم شد بله با من کار دارن. کی؟ الان؟ خب چرا نگفتین؟ خانم شیرزاد الان باید به من بگی؟ واقعا که دیگه شورشو در آوردی خانم شیرزاد.